برای ما و شما صاحب یک جا و مکان و صاحب یک کمتر شرایط خوب شوند، قسم به خدا اگر در وجود او ذره از تواضع را نمیبینیم. الله که راه گردیش دیگر میشود، حتی راه گردیش را ببینید، ولی بعض تکبرها را ببینید وقتی راه میگردند اون از حساب تکبری هست، از حسابی که همه شرایط های خود خوب که میبیند فکر میکند تمام عالم و تمام قوه و قدرت در دست اوست. لیکن برادر عزیز گرامی، به خدا قسم تو هیچ قدرت و هیچ قوت نداری، هیچ قدرت و هیچ قوت نداری. حضرت مولوی جنون خدا رحمتش کنند میگوید مکن از کبر دعوای کلانی، مکن از کبر دعوای کلانی، یقین پوسیدم مشت و استخوانی. ای انسان عاقبت میپوسی، عاقبت به منزله یک مشت خاک میشوی. به چی تکبر